با درودی دوباره به همه عزیزانی که این لحظه ها به ما پیوستند. شالای گلخوجه هستم. دیگر باره در کنار شما و در روبروی شما قرار میگیرم تا برای شما سرخط خبرهای مهمی تاجیکستان و جهان رو برسانم. چون همیشه این سرخط در ساعت رسو 10 با وقت پراگ و رسو 1 با وقت دوشنبه تقدیم شما بیننده عزیز میگردد و حالا همراه با شما میبینیم که چه خبرهای تازه هست و کدام از این خبر و گزارش رو ما بعد از کمتر از 3 ساعت دیگر در پخش مستقیم برنامه خبری رادیو آزادی در آزادی ویدیو که کانال مخصوصی رادیو آزادی است تقدیم شما خواهیم کرد. کمیته اندوز شرکت بیلاین رو در بحث مغلوب نمود. دعوای اندوز با این شرکت موبیلی از آغاز سال روان بر سر جریمه بندی نادرست ادامه داشت و اخیراً دادگاه کمیته اندوز را حق برآورده است. شرکت بیلاین در حال باز میلیون ها سومانی جریمه می شود که اخیراً مالکان آن تغییر یافتند. اکثر سهمیه های این شرکت قبلا در اختیار شرکت ویون بود که مالکانش سرمایه‌داران روس و از دوستان ولادیمیر پوتین گفته می شوند. اما روز 11 ایون این شرکت اعلام کرد که سهام خود را به شرکت زد موبایل فروخته است. تفصیلات را شما می توانید در برنامه خبری رادیو آزادی بفهمید. مردان کرجو و مقامات دستکوتا. وزارت مهنت تاجیکستان اعتراف میکند که معاش در کارخانه های کشور پایین است و مردان قابل کار برای دریافت روزی خود را به مردی کار بازار میزنند. خواهش مردی کاران نیز آن است که حداقل حکومت برایشان خوابگاه های ارزان را فراهم کند تا آنها جای خوابی داشته باشند. در برنامه امروز از لایحه نوی هم صحبت خواهیم کرد که برای کاهش میزان بیکاری در تاجیکستان راه اندازی می شود و نیز خواهیم دید که تا کجا این میتواند در امر حل این مشکلات کمک نماید. پرداخت الکترونی راه اندازی شد اما مردم سرفهم نمی روند. برای جلوگیری از خراجات برزیو در تاجیکستان اندازها را همکنون می شود طریق اینترنت پرداخت کرد. ولی به گفته مسئولان هنوز تعداد کمی اندوز سپارنده ها از دانشجوی معاصر کامپیوتری برخوردارند و در اکثر حالت آنها حتی به اینترنت دسترسی ندارند تا توانند از این خدمت رسانی معاصر استفاده برند. پلهای دیگری این موضوع را ما در برنامه با شما در میان میگذاریم. اکنون به بخارا هم پرواز کردن امکان می شود. امروز از فرودگاه دوشنبه نخستین پرواز به بخارای ازبکستان صورت می گیرد. این هم در حالی است که علاقه هفته گذشته رفت آمد هوایی از دوشنبه به سمرقند هم به راه مانده شد. همکاران ما در فرودگاه بودند صبح بر وقت و با مسافران و مسئولان صحبت داشتند. همراه با شما در برنامه نظر آنها را نیز خواهیم شنید. تنگ کردن محیط زیست و استفاده بیش از حد منابع طبیعی سبب شده است که سرشماری کپک، یک پرنده زیبا و خوش‌آواز تاجیکستان کاهش یابد و شکار آن را امسال منع نمایند. اداره جنگلی ولایت ختلان هم مجبور شده است که برای راه ندادن به شکار غیرقانونی پوزبانی شبانه روزی را در جنگلزارها و مکان سکونت کپک‌ها به راه ماند. خب اگر این خبر هم برای شما جالب بود پس میتوانید در برنامه خبری تفصیلات آن را با همراه با دیگر خبر و گزارش رو بفهمید. البته این آخری کار نیست چون خبر و گزارش های بیشتر هم داریم. همکاران ما روی آنها کار دارند و ما هم خبرهایی که شما طریق شبکه‌های اجتماعی که ما اونجا صفحه‌های مخصوصی خود رو داریم برای ما میفرستید. همکارای ما آن را میسنجند و با پیدا کردن تفصیلات بیشتر و درستی این خبرها ما حتما آن را برای شما در برنامه خبری پیشنهاد میکنیم. فراموش نکنید که ساعت 1 به وقت پراگ ما با شما ملاقات خواهیم کرد در آزادی ویدیو کانال مخصوصی رادیو آزادی و همچنین در www.azadi.org که وبسایت رسمی رادیو آزادی است.